ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 آگوست سال 2024 درباره یک حادثه غیر عادی از جانب سه اپا و خواهر لطکوب شدن یک دختر دیگر در کوچه شیرینشاه شوتیمور در مرکز پایتخت تاجیکستان خبر داد. لحظه سعیدوف را لطکوب کردن خواهران دای خدایف را دوربین ویدیو کامرای نظارتی ثبت کرده است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات ملی دوشنبه، در نتیجه سنجش مراجعت یک دختر جوان ساکن پایتخت برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی، سه اپا و خواهر شهروندان دایخدای و ایندیره، دایخدای و تخمینه و اخیار و موزونه دستگیر کرده شدند. خود خواهران دستگیر شده برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی ملی دوشنبه گفت چنانچه از نوار کامرای مشاهدوی نیز دیده می شود این سه دستگیر شده صحنه 19 آگوست به جای کار سعید و واقع در کوچه شیرینشاه شوتیمور رفته او را لطکوب کردند. در نوار دیده می شود که این جنجال در داخل دفتر کدام شرکت یا اداره رخ داده است و وقتی هر سه اپا و خواهر به سعید و که پشت میز کاریش نشسته بود در افتادند و او را لطکوب کردند. چند نفر ظاهرا همکاران سعید و خود را شتابان به جای حادثه رسانده این زن را به عذاب از دست خواهران دای خدای و خلاص و به عباره معروف ژورنالیستان جنگ نامه‌نویس طرفهای درگیر را از هم جدا کردند. وابسته به حالت مذکور طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان با اتمام می دوباشه پروتکل مأموری ترتیب داده شد. دادگاه نسبت به اخیار و موزونه همچون جزا حبس مأموری به مهلت 2 شبانه روز و نسبت به ایندیره و تخمینه دای خدایوها به هر کدام به اندازه 7 نشان دهنده برای حسابها برابر 504 سومونی یا تقریبا $45 جریمه مأموری تعیین نمود. سبب جنجال بین سه اپا و خواهر و سعید و معلوم نیست.